خوجین 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 اوه خوجین خوجین رضوان خان خالما جان این شما؟ خانه این واخری شما در این تاریکی چیکار میکنید؟ خود شما در این تاریکی چیکار میکنید؟ من وای چون گشته اید که گویا از پستان کسی افتاده باشد. هنی؟ از پسی من کسی نافتاده است رضوان خان؟ اگر راستش رو گویم یک آدم دیر باز مرا آرام نمیگذارد. کی بوده است وای آدم خالما جان؟ چرا شما این بیچاره را عذاب میداد است؟ جزای وای آدم رو دادن لازم. احتمال دختر باشه. عاشق شدید را. راستش رو گویم رضوان خان من با شما نه این من این یک شناسی من عاشق شده است. وای هیچ جرأت نمیکند که با من باش گپ زند. یعنی عاشق شناسی شما؟ شما نه؟ من شناسی من وای خیلی شرمگین. در این کار خالما جان زودتر شدن لازم. شاید به نحو شناسی شرمگین شما کمک لازم باشد. نه من خودم گفته بریم وای خودش به نزدیکی گپ میزند. فقط کمی منتظر شدن لازم. خیر چی علاج؟ منتظر میشویم. از راسته منتظر میشوید؟ میشوم خالما جان میشوم. اینقدر منتظر بودم و باز منتظر میشوم. ای دلبر یگانه ای من آفت زمانه ای من یا مرا ببر بخواند یا بیا بخانه ای من زلف سیاه بالا کن دلبر یگانه ای من گشته به من نگاه کن. رضوان خان در دستان مکتوب. خالما جان در دست شما هم مکتوب؟ نه این مکتوب کی؟ گفته نمیتوانم حق ندارم. با فکرم ما هر دو یک وظیفه داریم. به هیچ کس چیزی نگفتن و به هیچ کس چیزی نشان ندادن. شما هم از کی به کی بدنی مکتوب رو گفته نمیتوانید؟ نه گفته نمیتوانم. شما اقلا در آنجا چی بودنش رو میدونی؟ نه نمیدونم. لیکن برای دانستنش چنان بی‌طاقتم که وای آنجا چی باشده؟ دلکم گم زده ایستاده است. رضوان خان شما خوانده میتوانید؟ من؟ کامتر کاک میتوانستن. شاید شما خوب تر دانیده خانم. من هم نه اونقدر. خیر بیایید یک بار بینیم. مایلش حاضر آهسته میکشویم. از راستی میکشوید؟
گشود میتوانید. حاضر. آمد جان بگشوید. کشاندم بکن بگشوید. بعد محکم کردنش چی؟ رضوان خان هیچ گپ نه. من هیلش رو میدونم. هیلش رو میدونی؟ کنی زودتر کشوید خانم جان زودتر. انا کشادم. خیر کنی خونید؟ خونید؟ بهترش خودتان خانید. خانید. راستش رو گویم. من هیچ چیز رو نمیفهمم. من هم نه اونقدر میفهمم. نباشد برای چی شدیم؟ ایسته رضوان خان بیایید هر دو ما یک زور زنیم. شاید یکان چی را فهمیم. بیایید انا که زودتر خانم جان. من کیم چی را فهمیده ایستادم؟ من هم بعضی حرفا رو شناختم. انا این حرفی چه؟ گفت یادم مانده. این حرفی ج. رضوان خان بین چه و ج آنقدر فرقی کلان نیست گو؟ ج او جو نه نه که نکم ماجو یک بار بینید؟ نکم جو نکم مشکل کردیم وقتی بیاشی خواهده خودی همون رو مشکل مکتوب رو محکم کنید. چخیل؟ آخر نمکم من مکتوب رو محکم کنید. هیچ رو میدونم. زودتر محکم کنید خانم جان. زودتر محکم کنید. ایسته یفتم زودتر محکم کنید خانم جان. خورجایی میآیم. زودتر محکم کنید. شما چیکار کردید؟ زودتر بابا جان زودتر محکم کنید. دستر خانم جان زودتر شد محکم شد. رضوان خان ما باید از اینجا رویم. رضوان خان ما رو نباید در رشت تنها بینن. رضوان خان یه بونی تمی کنم. کجایی؟ خدا گیرد همین سگ همسایه نمیگذاره که آرامانه دمگیری شب و روز وک کردگی هی اله آوازد. چی با تو؟ بانو جانکم مکتوب پیشتر بیا. رو از اینجا خوب شد از بانو جانکم. جانکم مریم خان وای جان دیلم قاسم جان. قریب یک سال می شود که ما و شما غایبانه عشق می‌ورزیم. از مکتب‌های قبلیمون معلوم که همدیگر رو سخت دوست می‌داریم و به دیدار همدیگر بی‌طاقتیم. عزیزم این روزی در انتظار برای هر دویمان فرا رسید. ما باید این شب به دیدار هم میرسیم وگرنه دیگر فرصت نمی‌شود، زیرا من از روی ضرورت با قطار پگاهی به تاشکند میروم.
اگر شما این دعوتی مرا رد کنید ما همدیگر رو 6 ماه دیده نمیتوانیم و این برای من برابری مرگ خواهد بود. ای معنی زندگی من امیدوارم که شما این شب به ملاقات آمده غلام کمترین خود را خوشبخت میکنم و با این صداقت خود را با محبت پاکمان اثبات مینماید. من شما را ساعتی رساده شب در نزد مناره نورچه‌بای انتظار خواهم بود. با امید دیدار دلداده شما قاسم جان. وای میروم. فقط چی داری؟ خسیس همش را باخته با کسه خالی برمیگردد و زنک آش تیار آش را بیار میگوید. ها الها آش یکم زهری تنت شود. ها الها آش نخورده زهر خوری نمیشد می. وای یافتم من راهش رو یافتم. جنجال میبردارم وقتی که وای زنک آش تیار کنی آش را بیار میگوید. من میگویم که هیچی خیال آش باش نیست. وای میگوید که چه خیال آش نیست آش را بیار. گفتم بیار. من میگویم که عزیزکم اگر دلکتان آش جسته باشد از جایکتان خیزید و خودکتان رفته تیار کرده خورید. آن همان وقت جنجال سر میشد. جنجال او البته از همه این کار جایگاه خود را علاهیده کرده تنها خواب میتونه. من باشم آهسته به نزد دل دادم قاسم جانکم میروم. وای به دیدنی تو میروم. چی خوش دله من میروم. سرود عشق بخوانی تو یعنی سرود میروم. لم بللم تدم ددم لم بللم انکنون و پیش. رضوان گوشم به شما بانو جانکم. نزدیکتر بیا. راستش را گوی. تو مکتوب را به کسی نشان دادی؟ چرا ما مکتوب را به کسی نشان میدادم؟ قسم میخورم بانو جان به یگان کس نشان ندادم. باور کردم. یعنی تو به من صادقم بانو جانکم. بسیار خوب. نباشد تو باید این را اثبات کنی. من تیارم بانو جانکم. این خیلی باشد. مرا با دقت گوش کن. نزدیکتر بیا. این شب رسا ساعتی 10 شب به خانه من در آمده نامعلومه که به جایگاه من خواب میکنی. مایلش بانو جانکم خواب میکنم. لیکن برای چی؟ ایناش کاری تو نباشه. خواب میکنی گفتم خواب میکنی. بانو جان آنجا چی؟ آنجا شوهری من میشود. شوهر شما خوجایی؟ بانو جان من این کارو کردن نمیتوانم. التماس این کارو نکنید. نترس. او با تو هیچ کار کردن نمیتوانم. اگر پای برد چی؟ فکر کند که این من شما برچی میرجم بانو جان رفت. فکر نکن. چه خیلی که گفتم همان خیلی میکنی. گفت تمام و سلام. بانو جان من این کارو کردن نمیتوانم. رحم کنید بانو جان. بانو جان بخدا یعنی خواب نمیکنم. بسیار خوب. از خودت گیله کن رضوان. من از عشق ورزی های تو و خالما خبر دارم. انا من به شوهرم همش رو میگویم. او باشد خالمت رو از کار پیش میکند. چی خیر؟ معقول؟ اینش رو من شما انتظار نبودم بانو جان. مایلش خواب میکنم. بسیار خوب.
من یکی رو فراموش نمیکنم رضا. گفتگی بریم باز یه خواهشی دیگر. اگر یکی جنجال سر شود تو نترس. حاضر چه خیلی مسئولیت کردیم فقط با آوازی بلند. ها من کردم گفته جواب ده. فهمو؟ چی؟ خوب شده است بانو جان، خوب شده است. انا من همه طرف تیار. اکنون من به او تئاتر رو نشان میدهم. چی گفتی؟ چی؟ کجای تو بدونه؟ تو چمچق ناشد. من تو رو میخورونم، با تو همه چیز رو مهیا میکنم، تو رو ارکه میکنم. با تو باور کرده پله هایم رو میگذارم، تو باشی. نه. در اول جنگ مغلوب شدن. در اول جنگ یگون که حرکت نکرده، یگون کوشش نکرده، پایهایت رو بالا کرده، مزه کرده، خوب کردی. بدبخت. نه خود همین روز تو رو کباب کرده میخورم، نه ششلیک کرده میخورم. من چقدر در غضب، از غضب گلویم خاک میشد. بدبخت چقدر من رو رنجونی. انا آوازو من آواز. هر جنگاور از آوازش معلوم میشه. من تو رو به محاربه آینده تیار میکنم، با تو همه چیز رو مهیا میکنم. تو باشی بدبخت. نه به چشمانم نگاه کن. کنی تو 30 روز هیچ چیز نمیخوری، روزه میگیری. فهمیدی؟ چی لازم؟ نوشیدن میخوایی؟ نه خوشین، من با شما رفتن میخوام. ریزو نشم. من چقدر در غضبم. اگر این بدبخت مغلوب نمیشد کارهای من پیش میرفت. چه؟ ازو؟ آفرین. جانکم قادر جانکا، لبای عزیزکم، شما رو خبردار کردن هستم که اهل خانواده ما به قشلاق به خانه خویشاوندان رفتن. به قشلاق من باشم همراه جانچم ایستادم. پگاه میروم. دعوت چنکریتی شما رو به نوبت گرفتم، خواستم که عاقبت به دیدارتون برسم. امشب ساعت 10 جانچم رو خوابونیده به جای قبلا دعوت کردتون میآیم. اگر نهایت میروم و بعد 3 ماه برمیگردم. ممکن که تماما برنگردم. میآیم، چه خیلی که نشد میآیم، حتما میآیم. ولی از این چه خیلی گریزم ها؟ چیکار کنم ها؟ چقدر بی‌خبر میدیم؟ یگان نمایش هم نیست در تئاتر. یگان فیلم هم نیست. چی قدر تو پیق میکنی؟ ما کی فکر کنم؟ پیق. یافتم. آخر امروز روزی آشکو هم؟ یه دمت را که چک پیق نکن. ما کی فکر کنم؟ یافت شد. وقتی آوردنی آش جنجال رو سر میکنم. این آشد رو خورده نمیشه شور کو. او هم جنجال رو سر میکند. خودتون کر نمک آشی من شور نیه. انا بعد همه این با جنجال تمام میشود و من با جای خود خولمد رو خوابونیدم. به نزد عزیزکم جانکم میروم. فکر ولی جناب هم؟ آخر این کالا نه؟ این سری کالی من؟ آغاز میکنیم. خولمد
لبای خوجین گذاشتی در حضور شما من شینم چی؟ معلش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خوش گپ زن ها چرا اومدی چرا نشستی شما خودتان مرا جیغ زدید فرمودید که من شینم مادام که من تو را جیغ زدم و نزدم شینی از این میبرد که من به تو کاری مهم دارم درست ها درست یک کاری ضرور دارم اجرا میکنی ها البته جلو میکنم چرا جلو نکنم خوجین آفرین. من میکنم با دقت گوش کن رسو ساعتی دی شب دیشب با خانه من در آمده در آمده با جایگاه من با جایگاه من خوب میکنی خواب میکنه فهمو؟ فهمو فهمو؟ آها فهمیدم با جای شما خواب میکنم اگر من خوب کند من نامعلوم که برام استید خوجین من با جای شما خواب میکنم بله با جای من در انا همین جایگاه بله از هم در همین جایگاه با کی؟ ها؟ با زنی من با بانو با بانو؟ خواب میکنم در انا همین جایگاه؟ هی تنها خواب میکنی خلاص فهمو؟ نه خوجی من تنها خواب کردن نمیتوانم میتوانی نمیتوانم اگر بانو در جای شما بودن همرا پای برد چی؟ آخر من مرا بکشد خوجی من نمیتوانم تو از کجا میدونی که بانو پای میبرد شاید که تو رو نکشد چی اگر نکشد نباشد چیکار میکند؟ نه خوجی من نمیتوانم نمیتوانی ها؟ نمیخوای مایلش بعد از خودت گیله کن من درباره تو و روزوان همه چیز رو میدونم اگر تو روزی نشوی با بانو میگم که او را از کار پیش کنم شما خوجین؟ چه؟ مایلش من روزی انا میخوای رو همش از روی نقشه خوامد گفتگی بریم همین که خوراک کشیدم خوراک نو معلومه که اومده به جای من خوب میکنی فهمو؟ روی انا همش از روی نقشه من باشم تئاتر و کینو کوفته گشتم آخر همش در همین جا کنم آن چیزی که شما دیدید کینو بود تئاتر در پیش روشت را با جای گیر آغاز میکنیم چلی که مسئولیت کردیم با آوازی بلند من کردم گفته جواب ده من کردم روزوان روزوان گوشه با شما بانو جان بلندتر داد زن روزوان روزوان گوشه با شما بانو جان همین تا آش را کی به جای بار پرتافت تو پرتافتی نخواد که آش را شور کردی نه بانو جان من نپرتافتم من به تو چی گفتم من کردم گو بلند من کردم بانو جان من کردم انا اکنون حاضر خوجهین آمده آش پرسند من چی گفته جواب میدیم جواب ده بانو جان کم من خودی حاضر آش بمبازه تیار میکنم من به تو آشپزی رو نشون میدیم بس حاضر به خوجهین خودت جواب میدیم بانو جان روزو خوش رو بیا گوشم بیار من سخت گرسنم بیار ببخشید خوجین ما امروز یه آشتان چنان با مزه شد که هر دیتان بابانو پاک قص خوردیده به من یک لقمم نماده بیار ببخشید خوجین ما امروز آش تیار نکردیم این مدعا از من به اینها نشان میدم چه خیلی آش نپختن رو چی گفتی؟ آش نپختید؟ چرا ها؟ بانویم سرشان در میکنند از صبح تا شب هم میگریند و مینالند مینالند و میگریند باز چی؟ هیچ چیز خوردن نمیخواهند هیچ چیز گپ زدن هم نمیخواهند من باشم بند بودم یه رفت بانیاد رو جکسم از من با اون نشان میدیم بانویم ناتم یه رفت جکسه وای
قداد میزنید عزیزکم خودش سرکم ترس میکفده وای آوازتون رو تمام محله میشونه بده یا یگان جایی که تان درد میکند وای جانکم خوش آمدید کنی از بالا بگذارید عزیزکم وای سرتون درد میکند یک پول چای بیارم زهر بیارم وای جانکم کنی به من بگوید چرا امروز آش تیار نکردیدم یا چی من از کاری بازار مونده شده آمدم همیشه در خانه کلان گرسنه شینم یا تو گمان میکنی که من در بازار خاله دارم او به من هر روز آش پخته میده خاله دارد یا نه من نمیدونم لیکن محبوبتان انیق هست چی خیلی محبوبه من یگاه خیلی محبوبه ندارم من به چنین کارهای افلاس دست نمیزنم کی است محبوبی منم کی است گپ زن کنی گوی خودکتان نخ زکات میدونید کی بوده گیشه شاید تو دانی بوده نشو گوی آخر گپ زن آخر اگر دانی گوی گپ زن آخر نمی خیر من چنین انسان نیستم من یک آدم بابروی با معلومات مرا در شهر همه میشناسند من تنها بازنی خودم دیگر هیچ کس شاید تو داری هم برای خود دل داده بسه نیتی بدتان به خودتان نصیب کند من هم زنی به ناموس با معلومات و پدر و مادرم چی؟ من را تنها با شوهرم گفته تربیت کرده لیکن شما محبوبه دارید من انیق ندارم که دارید من مکتوبش رو دیدم حتی اون رو در دست داشته بودم مکتوب کنی آمد کنی شده با من افسوس که در رانده پرداختم نباشد من به شما نیزارتان میشم من شما رو در محله نه در دهه در قشن من گیره ربه من اگر یک برگر غذا برداری جوابت رو میگم چی؟ جوابم رو میگی؟ بسیار خوب همه این که جوابم رو داده جانکم پرواز کنم میروم من کیها باز از چونی زندگی غلامانه بیزار شدگی گپ زنید من گپ زدم یه نشده من حتی با تو گپ زدن هم نمیخوام این شما نیه جانکم این من با شما تماما گپ زدن نمیخوام وای بعد نیم ساعت اومده بزونه زده وای جانکم مرا میبخشیده به من خرید به من خرید وای کی بودی تو رو من نمیدونم هرگز این طور نمیشود همین خیلی اگر کسی اولین شده گپ زند به مثل همین بیدانه ترسانجک لعنت خونده شود نه جانی دلم اگر کسی اولین شده اومده گپ زند الها چی؟ پیسی مخال شود حامل پیسا شود الله اکبر الله چقدر نازن یه رب تو حالم در همین یه به نظرم چه تو پیش میکنی الهی با هم مشکل نکن وای من چقدر عصبی تو اگر محبوب نمیشدی کارهای من پیش میرفت وای من عصبی وای چقدر عصبی من حالا ایست من تو رو ششلیک کردم میخورم چقدر من عصبی اینش باشد وای میگود اینش باشد این میگود من چقدر عصبی به فکرم بد نیم دوام میدیم وای اینش طرف دارو میخورد اگر باشد محروم میشود چه گفتی بکن وای من چقدر عصبی
زود رفته به جایگاه من خواب کن. مالش ایناش با چی؟ اینش برای خودم رو حمایه کردن. مالش رفته. من رفتم. مالش بابا جان. رزوان خان؟ این شما؟ خدا شکر. آی من چیکار کردم؟ مرا ببخشید خانم. نه هیچ قبل شما میلایی مکک زدید مهی نکت نغزکک زدید به من معقول شد به من فارید هیچ قبل رزوان خان شما خواستید مرا آغوش کنید؟ از افتش خواستم یعنی شما میدانستید که این من؟ نه من نمیدانستم نباشد شما که را آغوش کردنی بودید؟ نمیدانم من وای از خورده شبگردک در خوابم پرواز کرده میگردم شما به اینجا چه خبر آمدید؟ کی شما را به اینجا آورد؟ گفته که برای خوجینتان در کجا؟ رزوان خان شما یک بار 3 سوال دادید کو یک تا سوال دهید نماشد من سرگون میزنم من به اینجا چخیلی که شما به اینجا آمدید من هم همینطور کی ما را به اینجا آورد شما علاقه فهمیدید لیکن ما را به جای خود گذاشته با کجا رفتین آنها را من نمیدانم ماش فهمو آن سببی همچون شکر به زندگی کردنشون هنی شاید آنها مخصوص خواستن که هر دوی ما را تنها گذارن رزوان خان شینه یک گپ زنیم نه من راست میستم شما با من چی گپ دارید؟ این خیلی نمیشد رزوان خان شینید شما همجا گونجشکک در قفص میلرزید کو خود شما خانم جان از من سخت‌تر میلرزید شما با من چی گپ دارید؟ من ایستاده گوش میکنم نه این خیلی نمیشود شینه حاضر من حاضر رزوان خان کوکو رزوان خان شما خانم جان خیلی در هیجانید با شما چی شد؟ با شما یاریدی هم؟ سرتون دار میکنم با فکرم شما با من چیزی گفتنی بودید گپ زنید من شما رو گوش میکنم خانم جان حاضر بگویم خانم جان با شما چی شد؟ حاضر خانم جان یا تافه با شما چی شد؟ نوشید نه من نمیدونشم شما میدونید بعد چی میشود؟ میدانم و میخواهم که شود خیلی نوشید نه اوه نه درونم میسوزد درونی ما باشد کی ها بود میسوزد درونی هر دی ما میسوزد کی درونی هر دی ما میسوزد من با شما گفتم میخواستم که برای چی خب شدید؟ یا درونتان ساخته تمام شد؟ من با شما گفتم میخوام که یک جوان با شما سخت عاشق شده است کی بوده است و جوان خانم جان؟ وای یک جوان عجیب خوشقد و قامت زیرک و ماهر با آداب نه وای نمی نشد فقط سرود میخواند و رقص میکند افسوس که چون این جوان را
ها وای باشد شما رو میشناسم و با شما سخت عاشق شده است. شما ما رو مسخره میکنید؟ نه 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 رضوان خان، اگر وای اقلا یک ذره امید میداشت وای در دنیا از همه آدم خوشبخت‌ترین میشد. جوابی من این است خواهر جان، اگر من او را میدیدم خوش انا آن وقت میخواید من او را به شما نشان دهم؟ با کمال خرسندی بچه‌ش نگاه کنید. شما با چی جواب میدید؟ با تو سنگم عاشق میشود. چرا وای جوان با من بر وقت‌تر گپ نزد؟ چونکه وای خیلی شرمگین است. راستش را گویم من هم کمی شرمگینم. رضوان خان، اگر ما هر دو یک جفت میشدیم، یک جفت خیلی هم شرمگین میشدیم. خوش، شما چی جواب میدید؟ من حالا تیار نیستم. من نمیدونم. من باشم میدونم. رضوان خان زنی من شوید. سراستی من شوید خواهمد جان. حاضر خوجه اینها میآیند. رفیق با جایتان خوب کنید. ایستد. بس اولی من جواب دهید. خوجه اینها حالا نمیآیند. چرا نمیآیند؟ چونکه آنها با کارهای خیلی مهم رفتند. کارهای مهم هم با آخر میرسد کو. کارهای آنها باشد تا دیر دوام میکند. شما با من جواب دهید رضوان خان. خوش زنی من میشوید؟ نباشد خواستگاران رو فرستید. میبینم من کسی ندارم. من خودم با خودم خواستگار و میبینم که شما هم تنها. از این میبرد که ما خودم با خودم صاحبیم. انا من خودم با خواستگاری آمدم. خوب نباشد رضوان خان لبه شما دختر گفته دو ماندید. آخر چنین سوالهای احمقانه را نمیدهند کو. یعنی که نه؟ یعنی که هم من هم مجرد رضوان استید نخود خود اینها با ما برای خاندار شدن اجازت دهنده؟ گمان دارم که اجازت میدهند. اگر اجازت ندهند هم ما با شما میدونیم که با آنها چه رفتار کنیم. همینطور نه؟ نخود ما چنین رفتار کنیم. به فکرم کار تا این درجه نمیرسد. رضوان خان شما به خواستگارانی من جواب ندادید که؟ شما چی میگویید؟ من راضی. من هم راضی. بیایید رضوان خان پیش از توی کلام مراسم عقد نکاح را میگذرانیم. شما راضی؟ من راضی. من حاضر. مایش صاحبان محبت سلام سلام گلین سلام قبول کنید مهمانان شما و سلام یار یار سلام سلام گلین سلام قبول کنید مهمانان شما و سلام یار یار فرمان ببین خانه نوری چراغی خانه سلام سلام گلین سلام قبول کنید مادر جان شما و سلام یار یار سلام سلام گلین سلام قبول کنید مادر جان شما و سلام یار یار دلسوز هم مهربان انکنون برای سلامتی عروس داماد می‌نشیم. سلام قبول کنید محمد پاچا داماد جان یار یار
از همه بهتری نشر دعوت کردم. کنشنه من حاضر گوش کنه. ارغنچه هی رزوان خانی کلینچک وای سال دیگر همین چا هم میجون بانم بیرینچک هی خالمت جانی تاقی دار یار یار یارانه رزوان خانی کاکل دار یار یار یارانه خوجه اینها می آین یار یار یارانه تی کلان میکنن یار یار یارانه خالمت جان و رضا خان یار یار یارانه بهتر خوشبخت شوید هم یار یار یارانه یار یار یارانه یار یار یارانه آفرین حافظ بهترین حافظ به قند زند حافظ رقاصه ها را من نمیبینم حاضر رقاصه ها همینجا کنه مرحمت ما باید نکاح کنیم. چی؟ شما مولا رو هم دعوت کردید؟ از همه بهترینش را آخر توی بی مولا نمیشود که شما شینید من حاضر گفته که برین با مولا فقط راستش رو جواب بیاد مایلش حاضر کریم مولا کریم بیاید رحمت کریم آرام شوید سر میکنه شینید رضوان خان نام پدرتان چی بود؟ مومین جان رضوان خان بنت مومین جان شما راضی هستید که جسم و جان خود را به خالمت جان ابن احمد جان سپارید؟ سه دفعه پرسیدن لازم معلش رضوان خان بنت مومین جان شما برای به شوهر رسیدن به خالمت جان ابن احمد جان رازگی میدهید؟ بار سیوم میپرسم رضوان خان بنت مومین جان شما راضی هستید که زن حلال خالمت جان ابن احمد جان باشید؟ جواب دهید. من راضی منم راضی برای سلامتی عروس داماد می‌نشیم. خالمت جان باز مست نشویده شاید کفایه آخرین واقعی از همه مهم حیات ما رضوان خان برای وقت اکنون رضوان خان لحظه هایی از همه پرمحصول ماند لحظه هایی از همه مهم کدام لحظه خالمت جان؟ من با گفتن شعر میدارم گوید من شما رو گوش میکنم یک بارم خیلی گفته نمیتوانم اگر از روی آداب نباشد نگوید راستش رو گویم رضوان خان من خودم نمیدانم که این از روی آداب است یا نه ممکن است که من این را از شما خواهش کنم یا من الکی به این حق دارم همچون شوهر شما کلین جانه که من شاید فهمیده ایستادید آنچه را که من از شما خواهش کردم شرمنده نخواد شما به من چون این سخنها رو گویده من از شما این را انتظار نبودم رضوان خان شما مرا نادرست فهمیدید من به شما دیگه از گفتم خواستم شما باید دانید که زن باید به شوهرش بیچاره چرا اطاعت کند اشید بس شوخی کرده اکنون روید و جایتان خواب کنید روید رضوان خان مرا ببخشید من شما رو خفه کردیم نبودم فکر من دیگه بود رضوان خان روید
به فکر شما این همه بازی بود؟ بازی به آرزو مانند به خوابی که این بازی نبود رضوان خان. من به شما تنها حقیقت را گفتم از صدق دل. خلمه جان، شما از من چی میخواستید؟ من شما را بوسیدن میخواستم. اکنون چی؟ از فکرتان گشتید؟ نبرآمده فریبگر خیرت که در وقت رسید آمده. از همین زنی جنجال خودم نمونم. اینه بینیده خولمت رو پیش کرده به جای من خوب کرده است. من درو با آغوش گرفتنی نیستم. تو باید سهری از من حضور پرسی. پیش شوم. تو که من تو رو بخشم فهمو؟ حالا که ساعت 12 شده سه؟ نخود من 2 ساعت فکر کرده نشسته باشم که به ملاقات روم یا نروم. خیریت که نرفتم. خواب میکنم. رضوان رو پیش کرده با جایگاهی من آمده. کسی محروم شود، لعنت خوانده شود. شاید او هم آینه‌مان رو فکر کرده از غرور فرامده است. لیکن من تو رو به آسانی نمیبخشم. من با تو سحری گپ میزنم. بای سلامی خوده امرا خولمت کنی زاکو رزوان
خیز کنی روزمان ببخشید بانو جان خوابم برده است. بانو؟ خوجین این شما. کی اینجا آمدی ها؟ من بگاهی آمدم بگاهی. بگویی؟ از این معلوم میشود که من تمام شب با کلیسا خوب بودم شرمندگی اگر مزد زمان باشه این مشکل حالمت کو کنی خست حالمت خوجین ببخشید مرسا خوجین یه بانو جانی که من بانو جان کم تو به اینجا آمدی ها؟ ما علکه شبی دراز در اینجا خوب از این میبروید که من شبی دراز با تو خواب بودم ها؟ بانو تا قدم شده تو آرون آموز دارینی ها؟ تو چقدر اجازت میدی که زنی تو با هر کی خواب کنه ده کم زن اینجا گناهی من رو خودش آمده خواب کرد رزوان؟ من گمان کردم که این من شبی دراز با خالمت خوابیدم تو باشی با رزوان خالمت؟ ها؟ از این میبارد که تو تمام شب با خالمت خواب بودی ها؟ تو به من با دیگر کس خیانت کردی خیانت کن من تو رو میکشم تو بازنی من خواب کردی نه خوجین من بزن شما دست رساندم و خودش نیمی شب از کیم کجا آمده به نزدی من خواب کرد ها؟ از این میبارد که تو خودت گناهگارو میخوای که من گناهگار شوم ها؟ فاحشه فاحشه؟ ها؟ من فاحشه؟ تو فاحشه تو همین ایدا تو بریزه که بدبخت چه خیلی جرأت کردی که با جایگاه شهوری من من نمیدونم مرد رو میکشم خالمت شما هم آرام شد خوجین ما چه گناه کردیم ها؟ چی؟ ما تنها سپارچی خود شما آن را اجرا کردیم شما خودتان باشد نیمی شب از کیم کجا آمده به نزدی ما خواب کردید گناهی ما تنها همین که ما را سر خواب برده است بیستا تو لباسی نوی ما رو ببر کرده از که اجازت پرسیدی ها؟ گفتگی بریم تو چرا لباس نوی دانه ای مرا پوشیدی ها؟ دیگه حضره چرا خاموشه؟ اگر راستش را دانستن خواهید تا آنجا بودن شما همینم گفت ما هم وقت را بیهوده نگذراندیم ما اندکی باشد هم رسم آیین را اجرا کردیم ما نکاح کردیم نکاح؟ از این میبراید که شما هر دو عیب دار نه به همش محبت ایتون محبت؟ ها یک محبت یه رب محبت چند وقت می شود که مناسبت من و تو روز تا روز سرد می شود من باشم با عشق اشرت با بدانه خود قماربازی برای محبت در دلم حتی جای نمانده است من و تو آنقدر با کار خود بند بودیم که بانو برای مسئولیت نگه داشتن عائله محبت و عشق را فراموش کردیم بانو دیر باز نگفتم که چقدر دوستت می‌دارم و دیر باز نشنیدم که تو چقدر ما رو دوست می‌داری عزیزم قادر جان لبا من هم باید به شما یک چیز را بگویم من خودم را در نزد شما گناهکار احساس میکنم هرچند من به شما خیانت نکردم لیکن در اندیشه‌ام دیگر فکرها را داشتم بیخبر از آن که همه خوشبختی من در همین جا در نزد شما است دین شب در پسی دروازه نشسته 2 ساعت فکر کردم و درک نمودم که شما رو سخت دوست می‌دارم و به شما هیچگاه خیانت نخواهم کرد عزیزم بانو همین احساس نکردنی محبت بود که ما از همدیگر دور شدیم و باز همین محبت بود که ما رو به همدیگر نزدیک کرد این امتحان بود به فکرم برای هر دوی ما عزیزم خیلی زیاد دوستت می‌دارم من هم شما رو خیلی زیاد دوست می‌دارم